سلام. خب امروز قراره که برای نمونه دولتی بخونیم. خب درس نهم، ایرانی متحد و یک پارچه. خب مثل همیشه اوضاع سیاسی. اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی. هنگام قدرت صفویان کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود. در آن زمان حاکمان بخش‌های مختلف ایران با هم در جنگ بودند و هم دلیل امنیت و آرامش در شهرها و روستاها از بین رفته بود. همزمان در همسایگی ایران با حکومت‌های شبیه اون اینات نشنالی بود همزمان ایران در همسایگی با حکومت‌های از جمله عثمانی با حمله‌های پیاپی به سرزمین‌های همجوار بر قلمروهای خود می‌افزود. سلطان عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می‌دانست و به ایران نیز طمع داشت. در شمال شرق ایران ازبک‌ها قدرت گرفته بودند و به مرزها می‌تاختند. در شمال شرق ازبک‌ها. شکل‌گیری حکومت صفوی. شیخ صفی‌الدین از مشایخ معروف زمان خود که مذهب شیعه داشت، خانقاه او در اردبیل مورد توجه مردم و حاکمان قرار گرفته بود. پس از مرگ شیخ صفی‌الدین افراد اداره خانقاه وی به فرزندانش رسید که بیشتر آنها افرادی با نفوذ و مبارز بودند. Kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil. تموم شد. درس 9 بود. آسان بود. کلش این بود که ساسانیان قوی بودن ولی نه، ایران که ایرانی بوده. به خلیج فارس هم چیز کرده بودن، اشاره کرده بودن که 10 اردیبهشت سوء استفاده کردیم از انگلیس، پرتغالی ها رو بیرون کرده. بعد گفتیم که اینجا برای من نمیخواستم نمونه دولتی. یه روز زنگ زدن گفتن که آره پاشو بیا نمونه دولتی، تو که درست خوبه. من نمیخواستم برم نمونه دولتی. بعد همه از آبان داشتن تست میزدن، داشتن صد میخوندن. بعد مثلا من از اولای سال فهمیدم که میتونم برم نمونه دولتی. من مثلا اصلا قصدم نبود بگم مثلا برای همین قبول شاید قبول نشم. و درس 10 دربارش چیه؟ ببین دینی و قرآن رو که میزنم، مطالعات هم میزنم، عربی و 50-50 هم، علومو 30-70 میزنم، ریاضی رو که تستم هوشم که 10-90 10% میزنم، فارسی هم شاید 40-60. من از این چیز بدم میاد. یعنی چی؟ نمیخوام بدونم. افغانی داریم؟ اینجا افغانی داریم؟ نادرشاه تا کجا رفته بود؟ تا هند برای شما. کلیش این بود که بعد از شاه عباس اول
آره فکر کنم بعد از عباس اول ما دیگه چیز خاصی نداشتیم، شاه لایقی نداشتیم برای ایران. بعد افغانی‌ها به ایران حمله کردن، بعد از پایین اومدن تا اصفهان رسیدن. سلطان حسین صفوی فکر کنم، از تنه خوندم خیلی، شاه سلطان صفوی جلوش می‌خواست بگیره، یه مدت وایساد، بعد تسلیم شد. بعد محمود افغان تونست تو ایران تسلط پیدا کنه. بعد هم خلیج فارس که همون 10 اردیبهشت سال 1001 1201 10 اردیبهشت، واسه همون روز که با استفاده از انگلیسی یا پرتغالیا رو بیرون کردیم، برای همون روز خلیج فارس نامیده شده 10 اردیبهشت. بعد میگفت که چرا صفوی آینده نداره. از اول یه نیروی قزلباش درست کردن که اول ایالت ها و شهرها دست اون بود، بعد ازش گرفتن. یه سپاه دیگه هم در کنار قزلباش درست کردن که با استفاده از که با کمک اروپایی‌ها تونستن به توپ و تانک مجهزش کنن. دیگه چی بود؟ شیخ صفی الدین فکر کنم که تو خانقاهش توی اردبیل، خانقاه خیلی خوبی داره که مورد توجه حاکمان و مردم محلی قرار میگیره. پس از مرگ او اداره خانقاهش به دست فرزندانش میفته که فرزندانش افراد با نفوذی بودن. قرون وسطا همزمان که چیز به چیز میرسه صفوی به قدرت میرسه، اروپا داره قرون وسطا رو پشت سر میذاره. قرن 16 تا 19 میلادی رو قرون وسطا مینامند. بعد مثل همیشه انگلیس، اروپا، پرتغال اینا استعمارگرن. حاجی اینو میدونستید که چارلز سوم پادشاه 16 تا کشور کانادا، نیوزلند، کل قاره استرالیا برای مستعمره انگلیسه؟ من اصلا فهمیده بودم، همینجوری مونده بودم که واه. بعد از شاه وزیر بزرگ قرار داشت که چیزه که به او اعتماد الدوله میگفتن و چیز نداشتن و اختیار جالبی نداشت. بعد فرماندهان نظامی نقش مهمی داشتن بعد از شاه در اداره کشور. شاه عباس اول، پنجمین شاه صفوی، دیگه صفوی رو دیگه بزرگ کرد. بعد پس از این که ازبک‌ها و عثمانی‌ها به ایران حمله میکنن، عثمانی‌ها میان تا تبریز رو میگیرن، ولی مردم شجاع میرن تبریز رو بس میگیرن. از اون برم ازبکی‌ها میان که صفوی بیرونش میکنه، سلسله صفوی بیرونش میکنه. بعد اسماعیل صفوی بعد از اینکه ایران میگیره، مذهب شیعه رو مذهب رسمی اعلام میکنه و ازبک‌ها رو توی خراسان شکست میده. بعد دیگه میتونه کل ایران رو بگیره و به قلمرو چیز برسونه، به نقشه نزدیک به دوران ساسانیان برسونه، یعنی انقدر بزرگ. بعد وقتی که گفتم وقتی که به قدرت میرسه صفوی، زیاد اوضاع جالبی نیست تو ایران، تفرقه، تجزیه داره میشه. بازم میبینی از همون اول دنبال تجزیه، ولی هیچ وقت نمیتونن. درس 7 و 8 هم خیلی جالبه. مهاجرت را تعریف کنید. آره کلش همین بود، یعنی میدونی یه درس از 24 درس. اصلا تاریخ ها رو خوب میخون، تاریخ ها خیلی خوبن، چون درس 10 تا 16 رو من الان خوندم. 22 و 23 و 24 هم یه بار بخونم. 21 22 رو نخوندم، سختن.
17 تا 22 رو الان نخوندم. 7 تا 8 هم نخوندم. 1 تا 7 هم نخوندم. 7 8 نخوندم. 17 18 19 20 21 22 نخوندم. علوم نخوندم. ریاضی نخوندم. نمیدونم چه غلطی کنم. و من تازه نمیخواست ثبت نام بودم بیا ثبت نام کن. وقت کمی دارم. چه اینجا دارم صحبت میکنم کلی داره دیگه. تا ویدیوی بعدی بدرود.